غرض نقشی است که از ما باز ماند، که هستی را نمی بینم بقایی، مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق مسکینان دعایی. به نام خدا. من آرمین رحیم پور هستم، ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شیراز و طراح ساز و نگهبان، و تو این دوره میخوایم با هم یاد بگیریم که چه زمانی گودمون، پروژمون نیاز داره به ساز نگهبان و تحت چه شرایطی نیاز نداره، و حالا یا کلش یا یک بخشیش رو میتونیم بریم پایین بدونی که ساز نگهبان اجرا بکنیم. در واقع میخوایم به این سوال جواب بدیم که سوالی که خیلی از ما پرسیده میشه: چقدر از گودم رو میتونم برم پایین؟ میتونم اصلا ساز نگهبان اجرا نکنم، هزینه نکنم یا اینا؟ از این دست سوالا که سعی میکنیم توی این دوره توی قدم های مختلف بریم جلو تا بعد بتونیم یه نتیجه گیری داشته باشیم. اما سرفصلامون توی قدم اول میایم یک تعریفی میکنیم از گود برداری و اهمیت طراحی، اجرا و نظارت صحیح به گود برداری رو با هم سعی میکنیم توی چند تا ویدیو ببینیم و لمسش بکنیم. توی قدم بعدی میریم سراغ که فشار جانبی خاک رو محاسبه بکنیم، کاری که ما نیاز داریم برای طراحی هر ساز نگهبانی. توی قدم اول این کار رو حتما انجام بدیم و توی قدم سوم طبق مبحث 7 میریم خطر گودمون رو مشخص میکنیم، ارزیابی میکنیم که چه خطری داره، که بر اساس این صحبتی که مبحث 7 میکنه بدونیم که باید طراحی گود رو به چه کسی بسپاریم. و توی قدم 4 میایم یک سری منابع خارجی، آیین‌نامه ها و کتاب های رو بررسی میکنیم که در رابطه با همین موضوع هستن، به ما چه اجازه هایی دادن، چه توصیه هایی کردن. توی قدم 5 و 6 میایم از 2 برنامه ژئوتکنیکی با 2 روند متفاوت، یکی ژئو استودیو اسلوپ دبلیوش و یکی هم پلکسیس 2 بعدی، سعی میکنیم که حالا یک گود 10 متری رو مدل بکنیم بدون هیچ گونه ساز نگهبانی و ببینیم چه اتفاقی میفته تحت شرایط مختلف، ما چقدر میتونیم بریم پایین. و بر اساس 2 روند متفاوت که گفتم، توی اسلوپ دبلیو ما با لیمیت اکولیبریوم یا تعادل حدی برنامه برامون مسئله رو حل میکنه، اما توی پلکسیس 2 بعدی با المان محدود طرفیم و میخوایم ببینیم که اگر که یک FOSی رو در نظر بگیریم، بخوایم بر اساس اون ضریب اطمینان بگیم که گودمون پایدار میمونه، چی کار باید بکنیم و بعدش هم تغییر شکل ها رو توی پلکسیس حتما ببینیم. در نهایت هم سعی میکنیم با توجه به همه مطالبی که گفتیم یک نتیجه گیری داشته باشیم که نظر نهایی که میخوایم بدیم به چه شکل میتونه باشه. اما قدم اول، اهمیت طراحی، اجرا، نظارت صحیح بر گود برداری و یه چند تا تعریف در رابطه با کلمه‌ای که به کار میبریم، خود گود برداری و اینا، سعی میکنیم که بیشتر با هم ببینیم تو این قسمت، تو این قدم. و من چند تا ویدیو آماده کردم که این ویدیو مربوط به گودهای مختلفی توی اقصا نقاط دنیا هست که بر اثر دلایل مختلف گود اومده پایین. خب قبل از که ببینیم با هم چه اتفاقی میفته، دلیلی که این ویدیو رو من آوردم اول اینه که به اهمیت کارمون پی ببریم، بدونیم که چه کار مهمی رو شروع کردیم و باید وقتی داریم کارمون انجام میدیم صدمون باشه سر کار و دقتمون توی حد اکثر مقدار باشه و اصلا جایی برای بی‌دقتی نداریم. ما بحث اشتباه هر کسی ممکنه براش پیش بیاد، ولی یک سری از مسائل از بی‌دقتی هست، از بررسی نکردن مسئله هست. میخوایم این اتفاقات پیش نیاد که این دوره اولین قدمیه که میخوایم برداریم برای که به اون نتیجه که میخوایم برسیم. خب این یک گودیه توی چین
که اومده پایین، ویدیوشو با هم میبینیم. بعد من سعی میکنم روی این ویدیو بیشتر وقت بذاریم، یه سری موضوع رو ببینیم. الان نگاه بکنید، حرکت این زل از گود رو بررسی میکنیم و ای کاش که این ویدیو از قبل ترش هم بود که ما ترک ها رو از جلوتر میدیم. اما تو همین شرایط بیایم یک موضوع رو با هم دقت بکنیم. اول اگر که این دیواره این گودمون باشه که حالا این چون یک همچین شکلی قاعدتا داشته و الان تغییری شکل داده به این فرم در اومده، میخوایم دقت بکنیم به نحوهی که پشت دیوارمون ترک‌ها دارن پیشروی میکنن. شما میبینید یک همچین پترنی داره و حالا این مورد رو که ما اینجا توی این ویدیو ها میبینیم، زمانی که داریم مدل سازی میکنیم برای طراحیمون باید دقت بکنیم اگر تغییر شکلی که اونجا میبینیم نزدیک به یک همچین چیزی که تو واقعیت اتفاق افتاده بود، میتونیم به این اطمینان برسیم که کارمون تقریبا درست بوده، مدل سازیمون دقت خوبی داره. اما اگر که تغییر شکل‌ها با چیزی که تو واقعیت، چیزی که تو این ویدیوها داریم میبینیم خیلی متفاوت بود، باید اولین زنگ خطر باشه که توی قسمت طراحی شاید یک جای اشتباه کردیم و یک بررسی مجدد انجام بدیم. اما موضوع دیگه‌ای که من میخواستم اینجا با هم بهش دقت بکنیم، ابعاد این ماشینا، این موتور، آدم‌ها رو دقت بکنید با این حجم خاکی که اینجا هست و داره میاد پایین. خب با توجه به این که ریزش دیواره ساز نگهبان توی حالا میشه بگی بیشتر موقع اینجوری نیست که به صورت ناگهانی پیش بیاد و از قبل یک سری نشونه ها، ترک ها و چیزهای مختلف رو به ما یک هشدارهایی رو میده و بر اساس اون هشدارها میشه حداقل داخل گود و اگر ساختمونی تو حاشیه همسایگی گود ما هست اونا رو تخلیه بکنیم و حداقل تلفات انسانی رو تا اونجایی که میشه کم بکنیم. اما قطعاً اون بعد اقتصادی مسئله رو داره. شما یک همچین حجم خاکی زمانی که ریزش میکنه و بعد شما باید بدونید که ممکنه اینجاها تاسیسات شهری باشه، لوله آب، برق، گاز، همه چی نابود میشه و این دیواره‌ای که تا اینجا اجرا شده دوباره باید ساخته بشه. خاک پشتش هزار تا مسئله فقط بحث مالیش داره. شما یه مقایسه بکنید حجم خاک با ابعاد ماشین، دستتون میاد که چقدر کار ما مهم هست و واقعا اون بحث دقتی که میگم باید حتما داشته باشید. اما موضوعی که نقل تغییر شکلات تو این ویدیو میبینید، من یه نمونه آماده کردم از مدل سازی یک تقریبا یه همچین پروژه‌ایه که اینجا 23 متر عمق گود هست و ما شمع نگهبان داریم همراه با استرند، چیزی که احتمالاً تو اون گود چین هم همین بوده. و اینجا ما ببینیم تغییر شکل ها، روند حرکت تقریبا نزدیک به این چیزی که داریم توی ویدیو میبینیم. پس میتونیم بگیم که احتمالاً با یک تقریب خوبی مدل سازیمون خوب بوده. حالا که مدل سازیمون خوبه و طراحی رو سعی کردیم تا اونجایی که میشه دقت روش داشته باشیم و درست انجامش بدیم، مرحله بعدی توی اجرا و نظارت حتما باید دقت بکنیم که اگر موردهای رو هر چقدر هم کوچیک به صورت غیر معمولی ببینیم، حتما مجری و ناظر به طراح دوباره اطلاع بدن، بازطراحی اتفاق بیفته قبل از که بخواد یک همچین فاجعه‌ای رخ بده به دادش برسیم و نذاریم که همچین اتفاق بیفته. اما بریم سراغ ویدیوی دیگه. این یه ویدیویی هست که توی تهران خودمونه. متاسفانه کیفیت ویدیوها پایین ویدیوها نیست، خیلی از این ویدیوها پخش نمیشه به دلایل مختلف. شما فقط حرکت این سفره آرماتور
پی ساختمون رو ببینید که بر اثر این حرکت و فشار که خاک داره وارد میکنه توی این ریزش چه تکونی میخوره. حالا خدا رو شکر اینجا تا این چیزی که تو آخر ویدیو نشون میده که اتفاقی برای کسی نمیافته. یا این یه مورد دیگه هست که به هر دلیلی خاک زیر پی ساختمون حالا مجاور شسته شده، میبینیم که تا آخرین لحظات هم خاک داره تحمل میکنه ولی یک جای دیگه تحملش تمام میشه و فاجعه رخ میده. اما اگر که وقتی میگم دقت بکنیم توی بحث گود برداری، منظورم طراحی، اجرا و نظارت همه مراحلش هست. الان چیزی که توی همین ویدیو با همین تصویر اولش میشه دید اینی که این قسمتایی که زیر این دیواره هست یک رطوبت غیر معمول داره. حالا بعد که این دیواره الان میریزه و قشنگ معلومه که حالا حداقل توقعش رو دارن که کسی اینجا نیست، تخلیه شده و پشت هم همینطور. اما شما به رنگ این خاک نگاه بکنید، بعد که دیواره میریزه رنگ خاک پشت رو هم دقت داشته باشین. الان نگاه بکنید اینجا که دیواره میریزه رنگ خاک پشت قشنگ نسبت به این خاک بازتره، یعنی اون رطوبت تو این ناحیه به صورت معمول یک همچین مقداری داشته. اون قسمت که زیر دیوار بوده حالا به هر دلیلی رطوبتش بیشتر شده و این رو بایستی اگر یک ناظر و یک مجری خوب سر کار باشه سریعا اطلاع بده و یک فکر جدیدی برای این قسمت از دیواره ها توی پروژمون بکنیم. موردی که توی این ویدیو میخوام ببینید اینه که زمانی که یک همچین اتفاقی میفته، الان اینجا ما یک گود داریم که میرزه و اون تأسیسات شهری که گفتم علاوه بر خرابیه که داره باعث میشه که ما یک سری تأسیسات شهری هم مثل لوله آب، تأسیسات فاضل آب اینا هم نابود بشن که دوباره وارد شدن این آب به این گود خودش یک سری مسائل جدید رو به وجود میاره، مشکلات به وجود میاره که خب خیلی باید دقت بکنیم که این مطالب پیش نیاد. اما حالا توی ادامه دوره بخش که میخوایم آیین‌نامه‌ها رو بررسی بکنیم به تفاوت ترانشه و گود میرسیم. در حد یه خلاصه بخوام بگم، ترانشه زمانی بهش میگیم ترانشه یه گودیه که عمقش نسبت به عرضش خیلی بیشتره و عرضش نهایتاً میرن تا آیین‌نامه‌ها محدودش میکنن به 4.6 متر 15 فوت یه همچین چیزایی. اما چرا جداش میکنیم؟ دلیل آیین‌نامه اینه که خب توی این گود که حالا بعد ویدیوشو میبینیم، وقتی که ما یه سری علائم میبینیم که دیگه عملاً هشدارهای آخری هست که دیواره داره به ما میده، تا میشه بگی بیشتر گودها شرایط دارن که بشه حداقل تخلیه انسانی انجام بدیم، نیروها رو خارج بکنیم، ساختمان اطراف تخلیه بکنیم. اما ترانشه شرایطی داره که شما فرض کنید توی همچین ترانشه میخوان حالا یه لوله حالا آب یا گاز هر چیزی باشه این وسطش هم لوله هم گذاشته باشن. بعد حالا اگر یک سمت ترانشه نردبان باشه، کارگری که حتی حس هم بکنه که این دیواره ترانشه داره میاد پایین، تا بیاد از رو لوله رد شه بعد بره از نردبان بیاد بالا، دیگه خاک حرکت کرده و متاسفانه اتفاقی که نباید افتاده. پس میایم جدا میکنیم ترانشه و گود رو از هم که زمانی که بحث ترانشه داریم خیلی دقیق تر باشیم و آیین‌نامه ها سختگیرانتر برخورد بکنن. الان اینجا شما میبینید، فقط دقت بکنید همین حجم خاکی که میاد، این سازه که حالا میخواستن انگار مششون هست واسه ساز نگهبان، این رو ببینید که این دوتا قفسه سریعا میچسبن. من حالا اگر خدای نکرده این ما بین یک نیروی انسانی، کارگری، مهندسی، هر کسی باشه اصلا فرصت نمیکنه که خیلی سریع اتفاق میفته. پس خیلی باید دقت بکنیم. و توی این ویدیو گود برداریمون
به صداها دقت بکنید، هرچند که اینا دیگه آخرین هشدارهای گود هستن، اما اول ریزش های زیر دیواره رو داریم که داره عملا به ما میگه خاک پشت دیواره دیگه داره حرکت میکنه. بعدش المانهای استرات و استرنده که داریم دارن پاره میشن و دیگه زمانی که هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد و فقط میشه گود رو خالی بکنیم. الان این استرات جدا شد، در ادامه دونه دونه استرنده پاره میشن، صداشون میاد قشنگ. این صدا دقیقا همینی که دارم بهتون میگم. و این هد پلیت استرنده هم داره میافته پایین. خب استرنده پشتش پاره شده و در نهایت هم که کامل دیواره میاد پایین و اینجا پشتش دوباره اون بحث تاسیسات شهری، اون شالوله رو میبینید که شروع میشه و تازه حالا آب هم میاد داخل گود و وقتی هم از حرف از شالوله میزنیم یک همچین گودی تا بیان برسن به داد این شالوله پر آب شده، خود اتفاقاتی که افتاده به کنار، دوباره بحث آبی که میاد داخل گود، اینا همش مشکلات این ساختمون همسایه که خیلی شرایط خطرناکی داره. این ویدیو رو من آوردم که فقط بدونیم داریم چی کار میکنیم و بهش دقت بکنیم. این یه گود دیگه هست که توی تهران خودمون اتفاق براش افتاده و حالا دلیلش هر چی باشه ما با الان دیگه دلیلش کاری نداریم. قبل از که اتفاق بیفته بایستی به فکر می بودن که این اتفاق نیفته. و یه نکته مهمم که از الان باید بدونین اینه که ما زمانی که با خاک طرفیم بحثمون خیلی متفاوته با مهندسی دیگه، چون ما با یک چیزی طرفیم که ندانسته هامون نسبت به دانسته هامون خیلی بیشتره و اگر که تازه بگیم اون آزمایش های ژئوتکنیکی انجام شده یه شرکت خوب انجام داده و داده سازی انجام نداده و مشکلاتی توش نبوده و همه اینا پارامترهایی که به ما دادن پارامترهای خوبی باشه، تازه توی اون شرایط ما خیلی چیزا از خاک رو هنوز نمیدونیم. پس حداقلش باید از این چیزی که تو دست داریم به خوبی استفاده بکنیم. اما بریم سراغ تعریف‌ها که بر اساس دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمان که مال وزارت کشوره و راهنمای جامع گودبرداری ساز نگهبان که مال سازمان نظام مهندسی تهرانه. خب گفتیم که اهمیت کار ما توی اینی که ساز نگهبانی که میخوایم طراحی بکنیم و ارائه بدیم باید شرایطی رو فراهم بکنیم، یک شرایط ایمن و مطمئن برای اول عملیات اجرایی و بعد حفاظت از جان و مال افراد داخل و خارج گود. چون ما یه گود که داریم اون همجواری ها، اون همسایه‌ای که داریم، همه اونا رو تحت تاثیر قرار میده اگر خدای نکرده بخواد اتفاقی بیفته. پس باید خیلی بهش دقت بکنیم. و یک موضوع دیگه که علاوه بر اون مشکلات هست، زمانی که ما میخوایم یک گود بزرگی رو شروع بکنیم، علاوه بر که باید سازمون مطمئن باشه که مشکلی پیش نیاد، یک بعد احساسی هایی که رضایت، احساس امنیت رو باید برای اون ذینفعای اون محله، اون همسایه ها، همجواری ها، اونا رو هم در نظر داشته باشیم و کاری که میکنیم جوری باشه که این موضوع رو هم در نظر بگیریم که خب چند سال ممکنه ما کارمون طول بکشه، اونا علاوه بر که نگران ساختمونشون هستن باید تو این چند سال تحمل بکنن. پس باید خیلی برخورد خوبی هم حتی داشته باشیم موقع نظارت اجرا که از این نظر هم سعی بکنیم یک کار خوبی رو انجام داده باشیم. اما خب گودبرداری که معلومه دیگه، حفاری خاک برداری تراز پایین تر از سطح زمین
یا پایین تر از زیر پی همسایه که بعداً میرسیم به تفاوت این دوتا. ساز نگهبانم که گفتیم اصلا دلیلمون تأمین حفاظت پایداری دیوارهای گود. سطح خطری که قرار تعیینش بکنیم که از پارامترهای مختلفی مثل عمق گود، نوع خاک، سطح آب زیرزمینی، این که ما ارتعاشی داریم تو اون نزدیکی ها، متروی چیزی، و ساختمونایی که تو مجاورت گود ما هستن حساسیتشون، بر اساس اینا مبحث 7 میاد یک ارزیابی داره و بر اساس اون ارزیابی میرسیم به خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد، که توی هر کدوم از اینا بعد میاد مشخص میکنه که حالا طراحی و اجرا و نظارتش بر اساس خطری که داره باید دست چه کسی با چه صلاحیتی باشه. و همجواری هم که صحبتشو داشتیم همون همسایه ها هستن، ساختمان همسایه، تأسیسات که توی اون منطقه هست، اون معبری که داریم، خیابونی که داریم، هر چیزی که اگر خدای نکرده اتفاق برای گود ما بیفته اونا رو هم تحت تاثیر قرار میده. و مطالعات ژئوتکنیک هم که یک مجموعه مطالعات اقداماتیه که به ما یک دید خوبی از خاک و زمین شناسی و پارامترهایی که حداقل میتونیم داشته باشیم از خاک اون پروژه به ما بده، که با روندهای مختلف، حفر گمانه، مطالعات ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، اینا رو باید در اختیار ما قرار بده. خب تا همینجا به نظرم برای جلسه اول کافیه. توی قدم بعدی میریم سراغ که یک بررسی داشته باشیم و یک یادآوری بکنیم از فشار جانبی خاک.